ویلا دو حالا چی استخر و روف حالا چی باس بدم پول بالا چی با همه رو با ما چی یه کوپ لوکس حالا یا پیکان تو لوکس حالا چی تش معرفته که نیروش قیمتی داداشی دم در عکس میندازه پیک اسنپ مادرم دود میکنه تو خونه اسفند فیسم برند پولساز اسمم ایشالله برای هم نسلیام قسمت بیزینس محل بود هروئین گاری رو میز چای خونه میشد یکونیم خالی ولی پوری زحمت کشید 20 شاری مستاریوش نره کمپ اجباری تش خلافی موزیک رقیبام کلافه لفظام خیابونی تر نه فلافل همشون باختن دنبال تلافی باز واسه همشون پانچام خلافه بهم 20 میدن سرخوش جوابن خرداغ میکنم اینا پی کبابن مرشنا رو میاد تیکه ها حوالم زیادن مثل فرای روی حوالم ویلا دوب حالا چی استخر و روف حالا چی باس بدم پول بالا چی با همه رو با ما چی یه کوپ لوکس حالا یا پیکان تو لوکس حالا چی تش معرفته که نیروش قیمتی داداشی ویلا دوب حالا چی استخر و روف حالا چی باس بدم پول بالا چی با همه رو با ما چی یه کوپ لوکس حالا یا پیکان تو لوکس حالا چی تش معرفته که نیروش قیمتی داداشی فنا روم هد میزنن این موجیا توی اوجم بدون حمایت اوجیا عصر و خورجینالا تا آمپولیا فیس مردون پرسنن همه هوریا گاد پوری آرتیسته دیگه نیلات اینا میخوام مثل من شم بیلاخ گنگ این روزا یعنی پول توی جیبات الان تو استودیو هم پلو ایلاک خلاصه که خون میشه که هم استمون حالمون خوبه اگه بعد قصمون ایرونی هم مثل مدل مو دومادی ایرونی تر از گز اصفهون رپ فارس قشنگه حتی با هواشیش ولی واسه دو نفر وی او آی طلاییش یا من ترک بدم مارکت بپاچه یا تو رو هیچ کس بلند شه فداییش تماس از رجایی داشتم رهایی میرسم کردستان همه اهالی حوالیم خشاب خالی میکنن هوایی چون یه ما اسکان دادیم به فراری وجدانم آرومه من خونه بلمو یه دور با تیم چک میکنیم پلنو سرمو راحت میذارم رو بالش چون تش میخورم نون دلمو حالا چی ویلا دو حالا چی استخر و روف حالا چی باس بدم پول بالا چی با همه رو با ما چی یه کوپ لوکس حالا یا پیکان تو لوکس حالا چی تش معرفته که نیروش قیمتی داداشی ویلا دو حالا چی استخر و روف حالا چی باس بدم پول بالا چی با همه رو با ما چی یه کوپ لوکس حالا یا پیکان تو لوکس حالا چی تش معرفته که نیروش قیمتی داداشی